جواب ده رانو. الو. سردارم. چی شد من؟ به همویش الاویون حمله کردن سردارم. تو چی ها میگویی؟ رانو هم در اونجا سردارم. از تلفن صدای تیرپرانی آمد. یا خدایا. زودتر رویم سردارم. امیدوارم که بر رانو یگون حادثه نشده است. بایدش. رفیقان ما میرویم. شما یکی در با محبس برده مانید. فهمیدی؟ اطاعت سردارم. با تلفن گپ میزدیم. ناگهان صدای تیرپرانی آمد و تلفن قطع شد سردارم. صبر کن آرام شو. آیا رانو رفت که حمله کردن؟ نه سردارم. بسیار ترسیده بود. گپ زدن نتوانستیم. با امنیت باید خبر دهیم. سردارم اگر بر رانو یگون حادثه شده باشد من چیکار میکنم؟ صبر باش. و سرت حرف فکرهای بد رو راه نده. زود باش. سردارم. наҷиб сардор саросима ба куҷо мерафта бошад? نمیدونم. ака қарори дастгир шудани саркамисари йигитро бароварданд? بله. همه تیاران؟ бале тайёранд. аз мо интизори ишора мебошанд. پس بیا. یگان کس از جایش اگر خواهید که عاقبت شما مثل این کس نشود به من گوش کنید. اگر گوش نکنید همه‌تان را یک یک میکشم. مرا شنیدید؟ یک میکشم. شنیدید؟ یک تا میکشم. ایستید آرام شوید. زاری میکنم. این سو گذارید. در بین خودتون گپ نزنید. حرکت نکنید. با من دست نرسون. تو مرا سرگردان کردنی. دقت و همگان در مهمانخانه‌ای که علویان واقعی دارند حمله کردند. فوراً به جای واقعه حاضر شوید. فرما سردار. همه گروه ها به جای واقعه سفر کردند. جواب نمیدهد. با این دختر چی گپ شده باشد؟ قریب رسیدیم. آرام شو ممدو. زودتر سردارم. التماس زودتر. آرام شوید. جعفر تو هستی؟ بله منم. کنی این طرف گذر. جدا شوید. گذر. خونت به هر طرف نپرد. ایستید آرام شوید. نکنید. زاری میکنم. من با شما چی بدی کردم آخر؟ پسانو زن گفتم. دمت را گیر. من با شما چی بدی کردم؟ حیوان ها، قاتل ها، کمتر بس پلیس ها اینجا میشوند. علامت میبینید. چی؟ تو اول مردن میخوایی ها؟ اول تو را پارا کنم. از شما نمیترسم. چی کاری که میکنید کردن گیرید. حیوان صفتون. این شپینان خواب کن. بس است. مرا دیوانه نکن. در سرت میپرانم. میفهمید؟ زود باشید. گرد و اطراف را حمایه کنید. خلق را حمایه کنید. چی شده؟ میشنوه؟ ای وای پلیس ها آمدن. چیکار میکنیم ها؟ از جایتان نجنبه. پلیس ها آمدن. زود برآمدن در کار. آمدن گیرن. مگر ما از پلیس میترسیم؟ گذره. تز تسلیم شوید پلیس. نزدیک نشوید. آدم های در اون گذرا میکشم. مرا شنیدید؟ یک تا میکشم. تسلیم شوید میگویم. با طرفی ما تیر میپرانند و ما یاری کنید. اینجا گذر. با کی میگویم؟ اینجا گذر. با شما میگویم با این طرف گذرید. زودتر. با این طرف گذرید. زودتر گفتم. گذرید. خاموش ایستید. گذر. چی تو نمیفهمی؟ آرام باش. میلش. مخفا. چی تو نمیشنوی؟ با تو میگویم زودتر با این طرف گذر. ایستید. در جهتون ایستید. نجنبید. ایستید. نجنبید. خاموش. چیکار میکنی تو؟ حاضر در طرف کار میکنم. است. نپران. او با ما در کار میشود. تو رفته پلیس ها را دور کن. من با او سر و کار میگیرم. دیگر گروه پلیسان هم آمده ایستادند. زود باید برایم. چه کاری کردنید زود انجام دهید. شما چی که گفتم اجرا کنید. رفته پلیس ها را پرانید.
این را با من ده. این سو گذار. گذار گفتم. گذار. این سو گذارید. در نزد دیدار کسی نیست. بیا درویم. ایستا درو. کمی پس دیگر گروه اینجا می شود. بین کسی نیست. در درون آدم هم هستند. ایست نرو. چه نفرند؟ 3-4 نفر. علی خشانه میدانم. از درون صدای تیر میآید. مرحمت سردارم. بیا سردارم زودتر درویم. یاری علاوه طلب کرده؟ آماده ایستادن سردارم. وقتمون کم مانده است. رفتیم. چی گپ است؟ سردارم در درون 2 نفر مانده است. یک نفری ما رو پران زخم دارو گرفته در حال بیرون بروید. سرکمیسر. نزدیک نشوید. از اینجا روید. اگر خواهید که به این آدم ها یگان حادثه رخ ندهد از اینجا روید. رفتکانی بینید یگان در اومد دیگر موجود است. اطاعت. حالا با تو بازوا میخوریم. در همین روز مایلش میآیم. تو از پاییسه میشم بعدی کاری گید نوبت با اون به شرف میرسد. کنی بین با کی ها میخورد. خوب شد از اکی سوید. نایل سلامت باش. تشکر جناب. اما این یگید مرا میترساند. اگر از حبس برایت حتما دنبال من میشود. آرام باش. از آنجا دیگر نمی براید. خری بود که مرا هم کشد. با آسانی خلاص شدم. تو با من لازمی. برای همین استودیو رو خریدیم. بازینگری برآمده سمیم سیدم. بازینگری در آمده یگید گندوزل. با من گوش کن. با فکرم تو گرسنه ای. خوراک لوبیادا را دوست میداری؟ بسیار هم خوب پخته شده است. می شود. می خورم. بسیار خوب. آدمی با اشتها را دوست می دارم. همراه نشسته آیدی کار گپ می زنیم. کاری مهم. شیر بچه. لابای جناب. با آشخانه لوبیا شوربا می رویم. رفتیم. یگیت آمده ایستاده است. ما از خفایشیم. به خطاگی راه ندهید. پلیس ها نباید ضرر بینند. فهمو؟ مایلش. این یگانه راهی برآمده است. فهمو سردارم من میدرویم. میمدو آرام شو. میدانم رنا در درون میباشد. من هم میترسم اما در درون بغیر از رنا انسان های دیگر نیست هستند. و خطا که راه داده باعثی ضرر رساندن دیگر ها میشویم. راست میگوید سردارم. من در آن برآمدگاه میشوم. تا آمدن گروه اضافگی در آنجا منتظر میشوم. این پلیس ها ما را احاطه کردند. از اینجا چطور میبراییم؟ آزگور پلیس ها آمدند. بهترش یراقتون رو گذاشته تسلیم شوید. جای گریز ندارید وگرنه شما رو میکشند. میبینیم که اول میمورد. نیست بطنا کسانی بی مذهب مزرع دشمنی دین. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینها کجا شدند؟ غیر از در آمدن دیگر علاجه نداریم. مرا این خیلیگاه نکن. رفته در را پسبانی کن. کنی تو با من بیا.
در جایت آرام نمیستی. سرده مرا سرده. را کرد تو میگویم. اپا توی سرت را میکفونم. بیا سرده. تر. بغیر از تو یگون کسی دیگر است؟ رفت سردار گریختن سردارم دیگرش گریخت اپای رانو رو دستگیر کرده بردند. رانا؟ یاری دهید احوالش بد شد. آرام شوید هم هر سری نظارت پلیس میباشد. درسته؟ حال این آدم اونقدر خوب نیست. یاری تاجیلی آمد. در حال یاری تجلی را چک بله، بله، یوسف آماده است. زودتر زود از اینجا برایید. همه به بیرون برایید. با بیرون زودتر. دامات را گیر. زودتر. فکر میکنی که پلیس ها تو رو دستگیر نمیکنن؟ دامات را گیر. سرده. دامات را گیر. گفتم زودتر. سرده. زودتر. باش. زود باش. راه کرد. بیپر. کن اینجا بیا. زود باش. ایست پلیس. کجا میگریزی؟ و کجا رفتنی ها؟ خس تو را پارا میکنم. میکشمت. ممدو مرو نجاده. گرد و اطراف بنا را احاطه کنید. یک کس دیگر مانده است. مرا نمیشنوید؟ گفتم که گرد و اطراف بنا را احاطه کنید. تیزتر و با دقت باشید. رانا را با خودش گرفته است. زود باشید. سردارم سردارم خوب هستید؟ خوب هستم. یگان چیز نیست. شما را باید دکتر بیند. وقت ما نیست. او میگریزد. شما همه را از اینجا برارید. زودتر. ممدو با او یگان ضرر نرسان. اگر از پیش راه هم نروی دختر را میکشم. مرا میشنوی؟ سلاحت را پرتا. ملش سلاحم را میمانم. دختر رو سرده کن. کجایی که میخوای رو. تو مرا ساده خیال میکنی ها؟ انا بین سلاحم را میمانم. او را رها کنو. مرا گیر. راه کرد. من تو گفتم راه کرد گفتم. بری بیا. زودتر بیا. یک طرفتا. خودش چیگر درازو باش. کار میکنید. ماشینم میرم بیسته. ماشینم رو برگردونید. رانا چی شد مردم؟ سردارم رانو رو در بردم. حال به امنیت خبر میدیم. پیش راهشون رو گیرم. بسیار دور نمیروند. چی شد سردارم؟ شما خوب هستید؟ خوبم. راه ده پلیس. مایل شکر. چیکار میکنی مردم؟ در اینجا منتظر نمیشم سردارم. مردم اصلا این محکمه بازی ها همشان دروغند برادران من. کجاست آن نوری دیده من سلطان مویلب دارم؟ از همه خوب چیز میدانید برادران، قانون های جنگل را استفاده بردن بهتر است. چگونه بود است قانون جنگل؟ اگر انیق دانی که آدم گناهگار است و جنایت پیشه بودنش دلیل و باوری کامل داشته باشی، پس او را در میدان تقسیم مثل پرچم آویزان کنو. دیگر خاموش باش. تمام.
سرکمیسر اونقدر بد نبوده است. همین خیر در دور از این وطن گلستان نشود مرا احمق خوانید. ها حقیقت و عدالت را محافظت کن. اول او را به دار آویز، بعد به محکمه رو. بگذار او خودش را در جهنم محافظت کند. این چه کار است؟ گوش کنید رفیقان، به من باور کنید. من برای برقراری عدالت در دنیا از همه راهی خوب را میدانم. کدام راه بوده است؟ راهی من است. این کار محکمه ها همیشه مشکلی میآورد برادران. گناهکاران آزاد و بیگناهان در محبس. سرکمیسر به دار کشیدن چی لازم؟ محکمه را به نظام درآوریم. آنها هیچگاه اصلاح نمی شوند. با کجا نگاه داری ها؟ تو رو دستگیر میکنند. در آخر یا به حبس یا به قبرستان میروی. تمسا گیر، ماشین را حی کن، تیزتر حرکت کن. حیوان چاقت گیر، حاضر از ماشین میپرتایمد. گاز را دل کن. آنکه ثابت آماده ایستادم. بسیار خوب فهمیدم. میآیند. ای چی کار کردی؟ همه افلوسونم رو ریزاندی. تو از کجا بر اومدی؟ خانه خرابم کردی. من پلیس هم از دنبال جنایتکار هستم. تمامی افلوسونم نابود شد. از دنبال جنایتکار باشی از دکانی من چی میخواهی؟ چی شد؟ بمبایی تو کننده پرتوفتم. نفسم بگیرد باشد احتیاط کنه. برو زودتر من این را پیشوازگیری میگویم دوستم. زودتر برو. مرکز با ما حمله کردن. با گرفته بردن. مرکز محکوم را گریزاندن. مرکز ما را میشنوی؟ سردار که بدن این خواهین معلوم گشت؟ حالا یگان چیز نمیدانیم. آیا این راست است که رهنا توپل از طرف حملگران ربوده شده است؟ متاسفانه راست است. امین باشید هر چه زودتر او را صحت و سلامت نجات میدیم. میگویند که حمله را افراطگران کردند. حالا کافت اون دارد. انیق نمیدانیم رفیقان. مقصد حملگران چی بوده است به فکر شما؟ باز چی هم میشود؟ مقصد در مدیمک چی بود؟ در حادثه های گزی مقصد چی بود؟ کمی فکر کنید امینم که میآبید. آنها موفق نشدند که ترکا را با کردان جنگ اندازند. حالا نوبت جنگ سنی و شیعه سر شده است. خلاصه همین است رفیقان. اگر باز یگان خبری نو که شد به شما میرسانیم برای کار. لبای تو چی ها میگویی؟ کی گریزان؟ چه گریزاندن؟ چه نفهمیدی؟
عیب شما بسیار است در اینجا. کابت یا بهت کی او را گرسانده است؟ یگان کارمان خوب نمیرود، هیچ کدامش. کمی فکر کنید امینم که مییابد. آنها موفق نشدند که ترکان را با کردان جنگ اندازند. حالا نوبت جنگ سونی و شیعه سر شده است. من همینقدر گفتنیم رفیقان. اگر باز یگان خبری نو که شد به شما میرسانیم. اوه سخنرانی را بینید، توجه کنید. نجیب بعد از بسری وظیفه برگشتن خود را باز هم جسورتر میپندارد. هنوز قدم هایم را کلان نماندم. بی‌صبرانه انتظاریم جناب. حالا وقتی رسیده است که نقشه های انجمن بزرگ را عملی کنید آقای پیسگار. بله، سوی قصد علیه سه وزیر. با این حادثه یک جور شود صداها بسیار بلند می شود، خرخشه زیاد می شود. همه را به تهلکه می آریم. حکومت حل مسئله را در استفاده دادن و گریختن می بیند. پس جناب این عملیات را چه اجرا می کنیم؟ آن طرفش را به ما گذار. این گونه فتنه ها را به تو حواله نمی کنیم جناب مینیک. پیکاس کی ها باز فرمان آغاز کار را داده است. تو را باز هم در پایت راسیدن برایم خوش است. تشکر، به فکرم که خرزم را ادا کردم. چی ها میگویی ثابت؟ در بین ما تنها خرج دوستی نیست؟ خیری در کجاست؟ کوشین ترسیده گریخت چی بلا؟ خیری را از دنبال سمی روان کردم، او را میپاید. بسیار خوب ثابت، ما باید چیکار کردنمان را خوب اندیشه کنیم. باور کن این دفعه یگان متکایی نداریم. هر کجایی که پلیس ما را ببیند البته میپراند. بسیار خوب، نباشد ما از چشم دور میشویم. من یگان شبهه ندارم که سمی را پیکاس روان کرده است. به درون راه یافتند، مخصوص به حجره ما انداختند. باز چه خیلم شد که ثبت کمی راه نیز شدند. پس در داخل آدم های آنها هست اما کی باشد؟ من به خیری یک زنگ زده فهمم شاید چیزی یافته باشد. الو خیری چی خبر؟ سردارم خوب هستید؟ آزاد شدید؟ حالا آزاد نیستیم خیری، حالا آزاد نیستیم. از همه یگان خبری هست؟ همون خیلی که تخمین کردیم. از محکمه بیرون شد و با پیکاس واخورد. میلش پاییدن گیر. خیری آن آدم برای ما خیلی لازم است. یگان خبری شد با من زنگ زن. خوب شده است، فهمیدم. چی بوده است این؟ کاری خیلی عجیب. راستی گپ رو گویم بسیار هم کاری مشکل است. با فکرم که خودت را آلوده کردن نمیخواهی. شما اول گویید ما زیر دستان یگان علاجش رو میابیم. آیا میدانی برای چی ژاپنی ها را دوست میدارم؟ خلق یک روند، صادقم، در فکری وطنشان هستند، عیناً مثل ما. خلبان های فدایی را میدونم، مثل بمب های زنده به تیاره ها میدرایند، در قدم دیوانند. من هم همین موضوع رو در نظر دارم، به همین خاطر پرسیدم. گوش کن، میدانم که رفتن نمیخواهی. در آمدن هست؟ بر آمدنی؟ هست اما مشکل است. اما بر آمده توانی تو را حیات نو منتظر است. پس همچون یک ثروتمند حیاتت را دوام میدهی. تنها خودم ایش را میکنم. در یک وقت معین 3 عمل سویقصد، 1 تا 8، باقی 2 تای دیگر باز دو رفیق وطن دوستت. جناب مهمانانتان آمدند. مرحمت کند. مرحمت. خوش آمدید. شما را شناس کنم. مجید داغن سمی. خیلی ممنونم. ممنون. سمی هم برادرمان حساب می شود. خیلی ممنونم. ممنون. مرحمت، به خانه واخوری گذاریم. شما رفتن گیرید، من حاضر می آیم. مهمان ها را تالار واخوری برید. مرحمت، به این طرف. به تو نگفتم که به من زنگ نزنی ایران. به تو زنگ نزنم؟ به کی زنگ زنم پیکاس؟ پلیس آمد، قریب بود که مرا دستگیر کنند. با یک عذاب گریختم. و از آنجا چه برآمدی؟ رعنا گفتنی یک روزنامه‌نگار را اسیر گرفتم. پلیس از پیم است. حالا در همین جا مرا کافته ایستادند.
به من یاری ده پیکاس. مایلش من کنی بینم یگان چارش رو میابم. میابی؟ چی رو میابی؟ با تو میگویم که مرا از اینجا برار. گوش کن حالا یک کاری فوری دارم، با تو زنگ میزنم. مایلش نمیشود پیکاس، مرا این خیل نباید پرتفته روی. گرال مرا دیوانه نکن. اول از اون دختر خلاص شو، بعد من تو را از آنجا میگیرم. تو مرا فهمیدی؟ به من فکری تو معقول نشد پیکاس. قد میکنم تا بازدید دیگر به من زنگ نزن، من خودم میابم. الو پیکاس، الو. بکار اینها مرا میفروشند. تو مرا رها میکنی یا نه؟ من به تو چیکار کردم؟ ای قرار بیشتر کم نزن. یک قرار سرجاخ بوده ای تو. یک دقیقه هم خم نکردی. سرده مرا گفتم. حیوانی نامکار، سرده گفتم. دامت رو گیر. چقدر که میخوای زدم گیر، جوابی همش رو میدهی. احمق. پاکومونم تو خواب نمی کنی. من چی خیل خاموش کردنت رو میدونم. اکنون هم تو هم من راحت میشویم. حالا چی کار کنم؟ چی کار؟ پلیس همه جا را احاطه کرده است. نباید این دختر را کشم، برایم سپر می شود. کنی بینیم در بارای ما یگان خبر هست؟ тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки дида истодед пас аз ҳамла ҳамаи одамон ба назди меҳмонхонае ки ҳодиса рух дод омада истодаанд. رفیقان با دقت شوید، همه خشمگین می باشد. به یگان خطا گرا ندید وگرنه کارها بد شدنش ممکن است. زود است پیکار شوید. چی شد ممدو؟ رانو در کجاست؟ همان نوبکار نبود سردارم. ای خدا اپای رانو اکنون چی کار میکنیم؟ به همه خبر دادم، رقم ماشینش رو گفتم، از ثبت کامراها میبینند. کمتر دیر موندم، کمتر. نگران نباش، رانو رو میابیم. غم نخور. آروم چی خیل غم نخورم سردارم، چی خیل غم نخورم. اگر برانو یگان حادثه رخ دهد چی؟ اون شخص رو دیدید بپرو چند کس رو کشت. آنها دیوانه نجیب سردار. ما میدانم در خفای این کار کی است، میدانم. اوتیف کامراها رو دیدید؟ یافتید کی حمله کرده است؟ نه سرکمیسر، تا حال ندیدم. یگان چیزی ها بدید که اوتیف مرا یاریدی، رانو رو دزدیدم. همش رو میبینیم سرکمیسرم. وعده میدم که اگر یگان معلومات یافتم اول به شما خبر میدم. چی میکابید سرکمیسرم؟ نه یگان چیز که نیابی برای چی سومکه رو با خودت میگردانی اوتیف؟ ممدو چی کار میکنی؟ من میروم سردارم. ممدو او چی کار کرده است؟ ممدو مرحمت سرکمیسر. تشکر. با کجا میروی ممدو؟ با جستجوی رانو میروم سردارم. در کجا بودنش رو میدونی؟ نه اما میدونم این کارو کی کرده است. میابم. پس از کی گمان داری ممدو؟ از پیکاس. در دستمون دلیل است، تو این آدم رو بازداشت کردن نمیتوانیم. تو باشی با یک گپ رفته رو دستگیر میکنی. از این یگان فایده نیست ممدو. به یگان جا نمیروی. مرا ببخش سردارم. اگر دلیل نباشد من اون دلیل رو میابم. اینجا گپ در سر حیات رانو میرود. این خیلی سودا منتظر نمیشوم. گوش کن، حق گفته به ناحقی نفت، هم خودت رو و همه رو نسوزان. میگویم که رانو رو میابیم. در اینجا بیهوده ایستاده میابیم سردارم. من میروم. آن احمق رو میکشم. مکان رانو رو میفهمم. او ممدو، همه این اسی که به تو سرایت کرده است همش. عملیات امشب در یک وقت کرده می شود، در ساعت 9. این از تو سمی وزیر اقتصاد امشب با صاحبکاران و صنعتکاران واخوری دارد. یک حجتی بافته و تمام لوازمات درکاری در اینجاست. خوب نزدیک شده از مسافه قریب میپرانی. هنگام غلاغله گریخته توانی بسیار هم خوب است. پیش از کشتن چی گفتنت بسیار مهم است. روزنامه ها باشند این را نشر میکنند. این را از یاد نبرار، فهمیدی؟ چی میگویم؟ وطن را فروختید. خیال کردید که همش نقض می شود، مثل سخنهای کمونیستان. مرگ به آنهایی که وطن را فروختند. اینا چه خیل؟
اوه بسیار خوب. دلاری خونین صندوق پول به شما کفن می شود. خیلی هم خوبتر است. اینش از مجید، وزیر کارهای خارجه. اینش از تو. هر روز پنجشنبه با نبیرش یک جای است. مدتی دراز است که او را پایده ایستاده ایم. امشب به سینما می روند. در سینما کارش تمام می شود. نه، وقتی که از خانه می براید. پس تو چی گفته داد میزنی؟ این گناه را با سری ارمنی ها بار میکنیم. فکری عالی جناب. خون خرن دینک را در زمین نمیگذاریم. قاتلی بیشرف وزیر قتل عام میگویم. الحال این مسئله روز است. بسیار هم به من معقول. وزیر کارهای خارجی باشد از داغن است. این شب برای جنازه جعفر که در واخوری علویان کشته شد اشتراک بکند. داغن تو هم در آنجا میشوی؟ پس من چی گفته داد زنم؟ میگویی که مرگ به آنهایی که علویان را سونی میکنند. تو توپ را تیار کن، روزنامه نگاران باشند گال میزنند. تو اگر آوازت را نبرآوردن موری هم آنها بسیار مقاله های جالب از دل خودشان می نویسند. فهمیدم. لوازماتی درکاری را از کجا میگیریم؟ در مکان سمی احتیاج های لازمه موجود است. سلاح هایی که رقمشان تازه کرده شدن آنها را استفاده میکنید. اگر از آنجا صحت و سلامت برایت پلیس یکان چیز را نمییابد. من فکرم که در حال است پای کار شویم. بله، وقتی زیاده نداریم. تنها یک چند ساعت است. حالا باشد رفته سلاح‌هایتان را گرفته آماده شوید. برای این کار بزرگتان دولت ترکیه شما را اصلا فراموش نمی کند. امروز با ثمره شما ترکیه نو ساخته می شود. این وطن صاحبان اصلی خودش را می یابد. کنیشر بچه های من کار شما را بینم. چه شد؟ تو هم میخوایی ها؟ متاسفانه تمام شد. اگر خواهی یک جای بازمو بازی میکنیم ها؟ چی گفتی؟ حالا میبینی با دستی پولیس میافتی. آدم بعد رزت رو میبینی فهمیدی؟ میخوایی ها؟ یک جای ایشونوش میکنیم. تو قاتل نابکار. اینقدر نامی مسلمان ها رو سیاه نکن فهمیدی؟ بی سواد کالات مثل کدوی به مغز. کلید اینجا بیا. کلید در کجاست؟ خدایا نگوریز تو را میکشم. بیاری دهت. اینجا بیا. بیاری دهت. نگوریز اینجا بیا. تو را پاره میکنم. سرکمسر ممدو؟ نجیب سردار؟ چی شده است؟ باز شمایید برادر. چی میخواهی؟ هندو سردار در کجاست؟ در درون. بادم دعوا کند عاقبتش بد میشود. چیزی که شود شدن گیرد سردارم. یگان چیز از رانو دیده مهمتر نیست. هندو سرش مثل کدو. اگر کدو را زنی صدای پوک دارد. پیکاس در کجایی؟ چی شد جناب؟ شما زود پنهان شوید. یگان گپ نیست. زودتر رفتیم. امداد یاری ده. اینجا بیا. یاری ده.
نگریز تو را دستگیر میکنم مرا دیوانه کردی و کجا گرفتنی اینجا بیا اینجا بیا خدایا نگریز اینجا بیا تو در کجایی؟ جواب این رو میدهی؟ ممدو تو در اینجا چیکار میکنی؟ رانو در کجاست؟ ممدو آرام شو با تو میگویم رانو در کجاست؟ نجیب آدم را گیر از اینجا دست شوید من میکشم قاتلین رو بکر مرا سر دهد مرا سر دهد ممدو شیر بچه سرت در بلاست سرت در بلای عظیم است سوری تو فقط با بیگناهان و زنان میرسد ها؟ تو و من هر دویمون راضی جسارت داری در کجای و کدام وقتی که خواهی ممدو با تو میگویم آرام شو مرا سر دهد چهل به اینجا آمدید شما پلیس یا اینکی راهزن نجیب سردار اجازه نامه کافتن دارید اگر داشته باشد نشان دهید مالش میرویم همه آرام شود در شاهدی چند کس جوابش را میدهید همه تون را نیست میکنم اجازت در آمدید اکنون همه شما در چنگ منید اینجا بیا اینجا بیا بیس بسیار وای من نکن آبکار ممدو بس از آخیر بس بری گذر این طرف به این طرف گذر خدایا یاری ده اینجا بیا نگریز موسیچه خردکک و تو نگفتم که من شاه این جنگل می باشم کسی به اجازت من نرفته می تواند و نبرآمده تو را می کشم گفتم اما از قرارم برگشتم انیخترش حاضر نمی کشم سرده مرا نامکن اینجا که خلاص شدم آهسته آهسته می کشم بسیار هم آهسته حالا باشه دختری نقشا کنی تست راه کرد زوداش ممدو بس این طرف گذر به شما نشان میدیم که هجوم کردن به اداره من چی است شنیدی مرا نجیب اول به تو نشان میدیم به جایت یک سربازی عادی را آورده نمانم من آدم نه حالا که فرصت داری کار رو به فردا نگذار پیکاس مثل تو برین تمام سگ‌های کوچه رو برده محکم میکنیم اول تو رو از این پس شکل به محکمه بی‌طرفی ترکیه حسابات میدهید آن طرفش را خودتان فکر کنید خانمان از پیش آدمت را گرفته رو از اینجا اگر تو تربیه کردن را ندانی من خوب میدانم لیکن جانشان بسیار درد میکند باوری دارم که بسیار ترسیده است با تو باز وا میخوریم آن وقت اینقدر با آسانی خلاص نمیشوی ممدو عقلت را کار فرما دیدی که در خانه نیست باز بسیارش حمله میکنی در حالی که بیگناهیم خود را به گناه زده ایستاده ایم با من فرقش نیست سردارم چی کاری که کردم به خاطر رعنا کردم گوش کن با این رفتارت هم به رعنا و هم به ما ضرر میرسانی میدونی چی سردارم یکیت رو خوب فهمیدم برای چی دیوانه شدنش رو اکنون فهمیدم بس کن بس رفته با همراه شو تا هم شبها با مثل راسن رفتار کن نکار کنی امنیت دختری من قریب بود که زنده به زنده میسوخت اما مثل تو به یگانجا حمله نکردم ممدو سردارم پنج پنجه یک کل نیست چی کار کنم دیوانه میشوم از دستم یگان چیز نمی آید چی کار کنم سردارم بگوید چی کار ممدو اول آرام شو با این غضبت یگان کار رو کردن نمیتوانی برعکس کارهایت ویران میشود گوش کن
اینقدر سال یک جا کار کردیم باید تو اینها رو فهمی. این پیکاسی نوبکار اکنون در دستم است. تو چی گفتن میخوایی ممدو؟ هیچ چیز سردارم، هیچ چیز. یک روز من هم دیوانه میشوم، اما به مانند شما نه. پس میبینیم که شما در این حالت چی کار میکنید. خیری یگان نویگری هست؟ باوریتون نمیآید. کمی پیش ممدو و نجیب سردار به پیش پیکاس آمدند. خیر. رفتند؟ آن همین خیلی که چی خیلی که آمدند باز هم خدایا یعنی چی خیلی؟ آنها بی نتیجه نباید می رفتند ها؟ خیر میلش تو هوشیار شو، چشمانات را کلنگ شو. خیری حالا باشد بالا با پسی پیکاس با ما سمی در کار است. چی گپ شده است؟ نجیب سردار و ممدو به اداره پیکاس رفتند اما یگان کاری نکرده برگشتند. عجبا. سمی تا حال در درون است؟ ها بله، سمی تا حال در درون بوده است. اگر او را دستگیر کنند و در محکمه چیزی نگوید با بالای این جنایتی فرار ضم می شود. بله ثابت. متاسفانه همین طور. نباشد رفته او را دستگیر میکنیم. جهاز رو در آفیس پیکاس گذاشتم آتیف. 24 ساعت گوش میکنی. یکون خبر که گرفتی در حال با من خبر ده. فهمیدی؟ با این عمل ما جنایت میکنیم سرکمیسرم. اگر نجیب سردار فهمد هر دیامون رو نیست میکند. به همش من جواب میگویم. مرا تهدید هم کند. در سرم سلاح هم ماند. چیزی که گوید گفتن گیرد. حیات مرا میسزانه سرکمیسرم. گوش کن آتیف. دختری دوست داشتم رو بودند. تو یگون کس رو دوست داشتی؟ من در این مسئله آنقدر تقدیر ندارم سرکمیسرم. من دارم. با بهترین و با فهمترین دختری دنیای ازدواج میکنم. میدونم این زمان گنده است. وقتی خوب نیست. برای نجات دادن او به یاری تو احتیاج دارم آتیف. مرا میفهمی؟ راستی چی باید کرد؟ پس این کار را یک جایه میکنیم. شیر بچه ما آتیف. کنی کاری تو رو ببینم. خیر است؟ در اینجا چیکار میکنی؟ آتیف چی سردارم؟ سرکمیسر ممدو خواست که نمورها رو از نظر گذرانم. تستر باش ممدو. سردار اداره برای آخری آمده ایستاده است. خوب شده است آمدم سردارم. از من پنهان یگان کاری مخفی نمیکنید آخر؟ نه سردارم اینش از کجا بر آمد؟ بیاید رفتیم. شب خوش سردارم. میبخشید نجیب در اینجا نیست. در همینجا. تشکر. سلامت باش. برای کار باش. تشکر یانگه. از نوارهای کوچه یگان معلومات نبرم. آخرین بار در مسلک ثبت شده است. بعد از آن یگان پای نیست. همه جا رو کوفته ایستادند. اوف حالا احوالی رانو چی خیل باشد؟ نجیب خیر زنک در اینجا چیکار میکنی؟ از رانو یگان خبر هست. خموتیر شدم. تا حال نیست پای هنر. کوفته ایستادیم. خدایا زنگ نزدن. اگر زنگ میزدن در اینجا نمی نشستیم. تو برای چه کودکان رو مانده آمدی؟ وقتی که شنیدم هوشم رفت در حال تلفن کردم خاموش بود. چی کار کنم بعد خسته آمدم. تشکر پای هنر. یگان خبر که شد به شما میگویم نگران نباشید. کیو رو بوده است؟ اوه خدایا توبه. زنک اگر خواهی با تو هم یک گروه میدیم تو هم رفته کوفتن رو سر کن. چرا قهرت میآید نجیب؟ از خواهرم نگران نشوم. او رفته در خانه نگران شو. به این هم سرمان گیج شده است. باز تو برای چه کودک بیمار رو در خانه تنها ماندی؟ احوالش خوب است. نور بانو باشد در نزدش. کنه تو به خانه رو. یگان گپ که شد با تو خبر میدیم. نجیب التماس او رو یابه پیش از این که به سرش مالش با تو وعده میدیم که او رو میابم. اکنون رو. همه چیز تمام شد.
جواب ده پیکاس، جواب ده. نابکار جوابی همه این کار رو میدی. کمی دیگر صبر کن ایرول، کمی دیگر. تو را از اونجا میگیرم. در مکانی خیلی هم دور آرامانه زندگی میکنی. آرامانه مرده زندگی میکنی. نمیپردارد دانسته نمیپردارد. بی ناموس ما رو تنها گذاشت. حالا من چیکار میکنم؟ چی نگاه داری؟ به من که نگاه نکن، چشمانت رو کنده میگیرم. مرا شنیدی؟ یک بار دیگر مرا نگاه کنی اوف واسط نبراید. فهمیدی؟ را زودتر. نجیب التماس بعد از اینکه خونه دار میشم کاری کرده رانو رو یابید. زنک وعده دادم کو انشالله که میابیم. وعده را کودکان رو بجای شبی خوش آبا. سلامت باشید. مهلش مرحمت جان. تشکر. خوش آمدید آقای سردار. خوش باشید نجیب سردار. مرحمت گذارید. بیایید. آنجاست. کابت زودتر. اینها چی کار میکنن ثابت؟ زمین خالی، مینوبوس ها. به سر من یک فکر آمد. هم اینجا میباشد. شما با آنجا. با فکرم کسی رو میگوراند. خیری با فکری من یگان چیزی گرانده شده رو میبرارند. پس چی ایستادیم؟ بیایید حمله کنیم. این یگان دارو خورد است چی؟ وی خوب میداند که سمی به ما زنده در کار است نه؟ و گمان است که مردی میکند. ایستید در جایتان ایستید. چی شد؟ چی شما میترسیدم؟ خیری حالا اینجا رو تستر. رفیقان ما یک گروهی هستیم که هر وظیفه‌ای که دادستان‌های جمهوریت به ما دهند آن را اجرا میکنیم. این را هرگز نباید فراموش کنیم. پلیس ترک باید جسور باشد اما نباید با فکر و حسیات خودش عمل کند. با گروه ارکانکاندو طبق قانون مجادله کرده ایستاده‌ایم. چطوری که میدانید آنها شخصانی با تجربه و یاردمچیانی با قوت بوده برای فریب دادن خلق اسلوب خاص را استفاده میبرند. آنها میخوان پلیس را به سیاست بکشند اما ما نباید به این کار راه دهیم. با این واسطه به مقصدهای غرضناک خود میخوان برسند. رفیقان ما پلیس دولت میباشیم. دادستان و سودیاهای ترکیه با ما فرمان میدهند که دستگیر کنید. ما باشیم قراری داده آنها را اجرا میکنیم.
برای همین کسی که به اینجا می آید با عملش که بودن پلیس های ترک را نشان دهد. اقسان فلسفه میگویند از خودشون شرم کنند. آقای سردار، در حقیقت در این کشور این کارها بار اول عملی می شوند. بار اول است که این شخصانی که کسی با آنها یگان سخن گفتن نمی توانست به محکمه کشیده شده. وظیفه ما به جوابگری کشیدن آنها نیست. اگر این قدر جسور باشند خودشون را در عدلیه ترکیه نشان دهند. از شخصانی که در درون ما بوده برای یرکین کاندو خدمت میکنند هوشیار باشید. آنها چندین مراتب آدمهای خودشان را بیرحمانه کشته به دوش پلیس پرتافتند. این را شما هم میدانید. راست میگوید آقای سردار. دروغ بوده است همش، اما همیشه گناه آنها را ما میکشیم. آقای سردار، این باشد که از پیشی ندیده با احتیاط‌تر میشویم. قوه ما قانون میباشد. با قوه قانون عمل میکنیم. ببینید پایرسکای از این زمین دیده خیلی خردتر است. وای وای وای. معلوم می شود که اینها کاری کلان کردنی هستند. عجب آیا دیگرهایشون که باشند؟ دگمه ساعت 9 رو زر میکنیم. فهمیدی؟ بعدش برادر بادی خط باشید. تو هم بادی خط باش. جدا شدن. اکنون چیکار میکنیم ها؟ سامی تنها ماند. در این شب تاریک به سر جگان حادثه نهایت. به خدا راست گفتی ثابت. کودکی بیچاره باز نترسد ها؟ شاید او را هم همراهمان گیریم. انا اکنون 3 قهرمان عملیات را سر میکنند. به فکرم 2 کس گفتنی بودی خیری. حد اقل دویونیم. این هم نسیه. شخصی دیگر کردهتون کی است؟ وای سمی باشد خیری. رفتیم زودتر. مقصد آمدن من به اینجا این است که به شما باوری دارم رفیقان. یگانه خواستیم من باز هم با دقت شوید. به همتون برای کار. تشکر. از رنا تا حال خبری نیست؟ نه آقای دادستان، متاسفانه نیست. از دیگه چی؟ او را هم در همه جای کافته ایستاده‌ایم. معلوم نیست که گریخته است یا اینکه او را بودند. شاید او برای خودش را سفید کردن گریخته باشد. اگر اینکه کرده باشد خطا کرده است. در حالی که حق بود ناحق شد. همین خیلی نمیمدو؟ نمیدونم سردارم. بعضا پیش چشم انسان ها بسته می شود. سر حال گرسنه را نمی فهمد. این خیلی میگویی؟ اندکی دیگر نزدیک شو. کود درازم در خانه کسی هست یا نه؟ خب لیکن اگر پرسن کیز چی میگوییم؟ ما مسافران خداوندیم. خر نیستیم آخر. البته که میفهمد. اوف مایلش. چی گپ است؟ چی کار میکنه ده؟ به گمانم که نشونید. باز تق میکنیم. اگر تو خودت را با دستگیری ما هم میتوانیم. اینها دیوانند. خدای توبه. بار دیگر تق کن. باز؟
اگر سری تو بیجا نشود سری من نمیشود زن. اما من به خشم میآیم سردارم. خیره طاقت کن خیلی پس کن. تق کن. چگم شما دیوانهید تشنه من شدید ها؟ بله تشنه شده. یگان جرعه آب نداری؟ یکیت تو از کجا برآمدی؟ تو باید در حبسخانه باشی. لیکن تو باید در مزار میشدی. تو با ما حالا زنده در کار هستی. مرکت انتظار میشود. نگونست بگویم. لعنتی گریخت. سامی و تو وعده میدیم که بسیار داد و کمت نمیکنیم. فقط تو ما رو خسته نکن فهمیدی؟ سامی من وعده نمیدیم. خواهی مانده کن نخواهی نه. لیکن من مردنی تو رو میزنم. سامی با خدا من با بالای اطاعت میکنم. زن گوین میزنم. دوست دار گوین دوست میدارم. آخر وعده دادید نمیزنید گفتید. کی گفت؟ تو داد زدی. تو گفتی. من؟ موچل من نهنگ است. یعنی حافظه من مثل نهنگ تیز فراموش میکنم. ایستد همش رو میفهمم چیزی که خواهید. با خدا همش رو کنی بگو در قسم گذشته محور حقیقت چی شد؟ چی؟ چخیل چی؟ سردارم با فکرم این آدم ما را فریب میکند. حالا باشد دیگر صبر نمیکنیم. مجبوریم که بزنیم. امشب هم تاریخ می نویسیم و هم در نزد انجمن بزرگ باوری تازه پیدا میکنیم. آنها انجمن بزرگ، شما باشید پسگار بزرگ. التجا میکنم شما وظیفه‌دار نیستید که به باوری مردم کفالت دهید. شما در این کشور تمثیلگری انجمن بزرگ بوده رقم 1 میباشید. رقم 1 مثل ذکاوتت باوریت را با بهای اعلی تقدیر میکنم، اما دستگیر شدن آخران حادثه مرا ترسان کرد. کایمینی آیا با قوه‌های مشترکی که با آنها هم فکر میباشیم ضربه به سر آنها زده شده تو را به ترس نآورد؟ جناب کایمینی در محبس خیمنه تجربه دار شده است، لیکن مثل من بر این یک شخصی که تمام عمرش در علم در دانشگاه و بیمارخانه گذشته است، یا این که مثل شما بر این پیشوا 24 ساعت در آنجا ایستادنمان به عقل راست نمی آید. شاید که این گپ‌های من حالا به شما خوش نآید، اما میخواهم که یک فکر نوم را به شما بگویم. ما سالهای دراز کوشش کردیم که قوه نوی فیر را نیست کنیم و آنها را تهمت کردیم که مقصد شما یک کادر نو تیار کرده از خود کردن دولت می باشد. لیکن فهمیدیم که هرگاه ما کادر نو فیر را ذکر کنیم ما را دستگیر کرده محبس می کنند. معنای این اشاره این است که دیگر این کلمه کادر نو فیر را به زبان نگیریم. این به ما بدبختی آورده، لعنت می شنویم. این لعنت سبب شده است که هر عملیاتی را که نقشه می کشیم گشته و برگشته آمده به سری خودمون ضربه می زند. سپس به نوعی تسلیم می شویم.
همینطور حالا حضرت گفتنیم که مثل کردی تیز دستانی خودمون را میبریم. من به این گونه خرافات ها باوری ندارم، اما وقتی که تو بر این شخص ذکی این سخن ها را میگوید باید فکرش رو کنیم. در حقیقت عجایب که آدم های ما به حجره های نو اف پیوست شدند. به هر حال امشب تاریخ می نویسیم. اقتصادیات خراب می شود، کارهای دیپلماتی خارجی برباد می رود، کارهای داخلی باشد نس نابود می شود. آن دعوایی که ترک رو به ترقی رفته ایستاده است میگویند به زمین می افتد. شما حرفهای داهیانه میزنید جناب. اگر این کارها انجام یابد در یک مدت کوتاه همه چیز به کامی ما خواهد شد. بابت این مسئله نقشه های زیاد دارم جناب، نقشه های زیاد. بخیر است سوها؟ برای چی اینقدر احوالات بد است؟ دخترم را ربودند. دخترت را ربودند؟ بله، مدتی دراز بود که با نخورده بودیم. من باشم به نزد شما برای مددجویی آمدم. دختر تو دختر ما سوها، اما من یگان کار نمی کنم. تو برای چی به اینجا آمدی؟ داماد شونده تو مگر پلیس نیست؟ رو از گریوانش گیر، بگو که دخترم در کجاست. وقتی که دختر رو از نزد تو برد پای صحت و سلامت بود، کلی پلیس بودنش رو نشان دهد. حسابات دهد حسابات. آخر تو دادستانی بزرگ هستی. نمیدانم، شاید پیکس آن شخصانی را که دخترم را ربودند میشناسد. پیکس از کجا میدونه جناب؟ پلیس چیکار میکنه؟ همین خیلی مایلش، من به نزد پلیس میروم. جناب اگر یگان معلوماتی به شما رسد مرا خبردار کنید. خوش با اجازت. رو тамошобинони муҳтарам, имрӯз полис шахсе ки ба ҳамоиши алавиён ҳамла карда буд муаррифӣ кард. аз ҷои воқеа шахси фирорӣ карда ерол балтачӣ будааст. ҳамлагар бо худаш як рӯзноманигорро бо номи равно топал асир гирифтааст. то ҳол аз онҳо ягон хабаре нарасидааст. اکنون تمام شدم، نیست شدم، چه کار میکنم؟ پیکس مرا سوزاند. آیا میدونی که برای چی من ژاپن ها رو دوست میدارم؟ خوراک بالازد میپزن سردارم. گوش کن، این هم راست، اما بیشتر نظریه‌شون رو دوست میدارم. یعنی یک بار نظر کن، ماهی رو ناپخته میخورند. برای یک طبق ماهی تیار کردن وقتی بسیار صرف میشود. ماهی رو تازه کرده بریون میکنن. اطراف رو بوی بد فرا میگیرد. این دیوانه درد سرم شد. الا برای چی جواب نمیدی ها؟ گویا مرا از اینجا میگریزاندی، گویا مرا از اینجا خلاص میکردی. تیوی بیس درباره من سخن میکند، من نابود بشوم، من مردم. واهمه نکن ایرال، فرصتی آرام شدن را انتظارم. پلیسا از پس ما شدند. گوش کن، من جدی میگویم، یا مرا از اینجا میبراری یا اینکه رفته به پلیس ها میگویم که این فرمان را به من پیکس داده است. فهمیدی؟ مالا شیر بچه، آرام شو، آرام شو. چی خیلی که خواهی همون خیلی حل میکنم. یک ماشین، حجت و پول. باز موادی من تمام شد، فوراً لازم است. مایلش اینها مثل بازیچه کودکانند. آدم هایم را حاضر روان میکنم. تو را به یک کشتی سوار میکنم. سراغه را ده، هرچی احتیاج داری آدمانم به تو میارن. مایلش فهمو؟ گپ زن سراغت را، گپ زن. زودتر، زودتر.
майлаш ҳозир одамони ман меоянд. ту дар он ҷоист. ним ё як соат пас дар он ҷо мешаванд. ҳамроҳ ду кас дигарро гир. ерол дар ҷангали белград дар даруни як кулба аст. маро гӯш кун. ту ҷангали белградро медонӣ? медонам сардорам, медонам. хуб набошад, зудтар рав. тамом, масъала ҳал шуд. ерол ва он духтари рӯзноманигорро кушта дар ягон ҷо гӯронед. фаҳмидам. як дақиқа ист. лавбай сардорам. кани кушо шербачаи ман. даҳонатро кушо. оҳо. чӣ хел маъқул шуд? бале. хуб аст. барои саломатӣ хуб аст. ҳоло бошад баро. غمگینم امدو. اینها رو 2 نسخه چاپ کن بعد در حجره من گذار. فهمیدی؟ خوب شده سردارم میگذارم. زودتر. خوش آمدید آقای خوش دادستان. باشید. به نزد ممدوح سرکمیسر آمدم. در تالار واخری باید باشد. تشکر. майлаш кофтанро давом диҳед. як ишораи хурд ҳам корамонро осон мекунад. دخترم در کجاست؟ вақте ки ӯро ба асорат гирифтам баъд ба саратон омад ки духтар доштаед. маро гӯш кун. ҳоло вақти бемаънигӣ нест. намедонам. аз саҳар боз кофта истодаем. шумо чӣ хел инсонед? дар рӯзи равшан духтарамро аз пеши чашмонатон меравоянд. шумо бошед дар ин ҷо нишастаед. ин саволро ба ман медиҳӣ оғои додситон? ту аз он шахсоне пурс ки барои рабодани духтари ту фармон додаанд. ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? мемдуҳ ба худой дар назди додстон истодаӣ. ман чӣ гуфтанамро медонам. рафта пикасро писагорро пурс. онҳо шояд донанд куҷо будани раъноро. оё шумо дӯст нестед? раҳм карда шояд гӯянд. маро гӯш кун. аз ҳад гузарондӣ. инаш аз ҳад гузашт. ҷавоб хоҳӣ дод. нестат мекунам. чӣ хеле ки гидро кардӣ? бас кун сафсатаро. духтарам дар куҷое бошад ӯро дарҳол ёб. дониста гир ки агар ба сари ӯ ягон ҳодиса ояд туро гунаҳгор мекунам. ҳоло бо шумо вақти сару коргирӣ надорам. оғои додситон. мемдуҳ аз ҳад нагузарон. чӣ шуд отиф ягон хабар аст? پیکاس سراغه را گفت. از روسی؟ نه در اینجا. اوه شرکی ما عاطف سوپر عاطف. یگون کس نفهمد. خوب من میروم. سرکمیسرم احتیاط باشید. خدایا باز یگون کس نفهمد. با خیر سرکمیسر کجا میری؟ حاضر میایم. بایدش. کمتر پس آنها اینجا میشوند. تو حیف میشوی. جوانی زیبایی، اما من مجبورم تو را برانم. در محکمه سخن کرده همه چیز رو میفهمونی. مرا میکشد. خیر فرخشه. اگر نفهمانی ما میکشیم تو رو. آن آدم هایی که در زیر زمین واخوردید کیا بودند؟ هیچ کس. التماس مرا آزاد کنید. آن آدم هایی که در زیر زمین واخورده بودند کیان بگویم؟ این چیست؟ چی هست؟ نمیدانم به مانند نقشه است. این چه وزیر است؟ چگونه نقشه؟ چگونه وزارت صنعت یا صاحبکاری؟ چه وزیر؟ یکم وزیر رو نمیدانم. خیره سوزشواری را بیار. آتشی برادرمون باز خاموش نشود. زودتر. دستت رو فرار.
کو گبزن این چی نقشه است؟ چی نقشه است؟ گبزن میگم چی نقشه است؟ با خدا کشیده چیکار وزیر رکه لازم نه سوختی راست بیسو تا خدا مثل چوبی هرچه سوخت این سویقات راست است علیه سه وزیر امشب سویقات تشکیل کرده می شود التماس نکنید همش را بفهمانم کایوا در کجا؟ اکنون دیر شد گبزن ستار ساعت 9 وزیر اقتصادیات وزیر کار خارجه و وزیر کارهای داخله شیران خوش آمدید مرحمت به درون درایید خوش آمدید خوش باشید مرحمت به درون درایید روزنامه‌نگار همین؟ بله دختری زیبا بود است حیف می شود پولها را آوردید؟ بگیر مواد پیکاس شما رو سلام گفت این مال خیلی خوب است انا حاضر کیفم به جایش آمد چیکار کنیم؟ دو تقسیم شویم گفته نمیتوانم که چی می شود اما یک کس موفق نمی شود ثابت با یک جایش خودمان می رویم با دیگر جای نجیب سردار این فکری عالی جناب فکر خوب کردی ثابت آفرین یگه زنگ میزند یگه در کجایی؟ سردارم همه را مانید و مرا گوش کنید بسیار هم معلومات مهم در کجای تو؟ در حال اینجا بیا سردارم التماس مرا گوش کنید ارکن کاندو امشب در کدیکای علیه دو وزیر سوی قصد تشکیل کردنی است باید زودتر آنجا رویم سوی قصد را پیشگیری کنیم سردارم تو چه ها میگویی؟ گوش کنید وقت زیاد نداریم باید زودتر رویم سردارم به خدا که راستش را میگویم سردارم شما باید به من باور کنید در عکس حال وزیر میمارد خیری تو در اینجا باسمی باش او رو خوب نگاه کن میلش مایلش شما هم احتیاط شوید خداوند مددگارتون باشد از آن حجت هایی که آخران بارابان کردیم یگونه زودتر آماده شوید با کجا سر دارم؟ ممدو در کجاست؟ با پیرون برو با سر دارم کجا رفت؟ نمیدونم زودتر آماده شوید زودتر مالش صبر کن رانو کمی دیگر صبر کن می آیم خانم سویلای در حال با امنیت کارهای داخلی در تماس شوید علیه وزیر سوی قصد تشکیل میکنم اطاعت سردارم رفتیم آرام باش زنگ میزن یک دقیقه آرامی است چی میگویی؟ خیلی تاثیر مواد خیلی خوب بوده است
دختر کش بیا من در مشکل انتظار میبخشی زیبایکی من همش همین بوده است چی کار کنم هممون میموریم بعضی همون تستر میموریم چی حال داری؟ گپ رو بینید چه حال داری بود است چه حال داشتنم رو نخواهی دانه از سهر باز در اینجا عذاب میکشم قریب میمردم مرا ربود دست پویم رو بست قریب بود که مرا بپرم تو باشی چی میپرسی چه حال داری خوبم ممدو خیلی خوبم در اینجا راحت کرده نشستم نمیبینی اگر من دیر هم میکردم تو با این زهر زبانت این آدم رو میکشتی نه کشم